سلام دوستان، خوش اومدید به کانال کد خوش اومدید بر یک درس دیگری از HTML. در این درس ما میخواستیم با شما این تکمچه هایی که رادیو مینامند اونها را که برای انتخاب بودن مرد یا اینکه زن بودن ما استفاده بودگیم بیاموزیم که چه خیل ما میتوانیم یک هم خیلی تکمچه سازیم که وقتی یک اونها را ویبر کنیم دیگریش چی انتخابی کردهمون نابود می شود و فقط یک جواب رو میتوانیم انتخاب کنیم و دیگر این چیزهایی که ما برای پر کردن خواهیم ساخت برای مثال تا اینکه تنها مرد زن بودن نباشد و مگذاریم بر قسم کد. در قسم کد ما در اولین خط یک سرلوحه داشتیم که در رزمری H1 و نوشته شده بود که حسابی نو با حرفای کلان حسابی نو، یعنی اینکه ما میخوایم که فرمای رجیستر رو با هم دیگر چیکار کنیم بسازیم و وقتی حسابی نو را شدیم برمیگردیم میبینیم چی حسابی نو نوشته شده و بعد ما قسم فرمای خودمون رو کوشش میکنیم برای ساختن و اکشن نیاز نداریم. فرم وقتی میسازیم در درون فرم ما اول چی داشتیم نام قسمی فیلدی که پالیایی که ما ناممون وارد میکنیم و برای اول لیبل میسازیم و در اینجا می‌نویسیم که نام و بعد در خط دیگر اینپوت خودمون را چیکار میکنیم میسازیم. در قسم اینپوت ما یک نیم میتیم که نامش نیم باشد و آیدی برای استفاده بردن لیبل چیکار میکنیم استفاده میبریم. در درون آیدی ما نیم مینویسیم برای که در درون پالیای ما نام داخل میکنیم، برای همین نامش هم چی گذاشتیم نام و در قسم فور لیبل نیم استفاده میبریم و بعد برمیگردیم. چقدر که شما میبینید در اینجا ما یک پالیای برای نام وارد کنی داریم و در دیگر خط ما یک پالیای برای فامیلیا را چیکار کردن داخل کردن داشتیم. در اینجا نام نه و نسب می نویسیم. نسب با وقتی می نویسیم در اینجا چیکار میکنیم آیدی را علش میکنیم بمانیم سورنیم، در قسم نام هم سورنیم میمونیم و در قسم لیبل فور نیز چه سورنیم استفاده میبریم و برمیگردیم میبینیم همه چیزامون درست کار کرده. من حساب بر رزمری H3 میکنم چون که در اینجا کلمه باید افته و چقدر که میبینین حاضر رزمرش خوردی ساز سرکه چه مای رزمری کلانی پیش و حاضر میگذاریم با قسم ساختنی چیمون رادیو را چقدر بسازیم هم کنابکای را که مرد زنه انتخاب میکنیم. در اینجا اول یک دیو میسازیم. در این درون چیکار میکنیم برای که کنابکای رادیو را سازیم ما نیاز داریم بر نوشتن چی اول از همه اینپوت مون میسازیم یکتا و در قسم تایپش ما چقدر که گفته بودیم در درس پیش که چند نمودهای تایپ اینپوت می باشد و مانند پسورد، ایمیل، تکست، یکی اونها دیگرش چی می باشه رادیو. وقتی رادیو را ما می نویسیم در وب صفحه ما یک نقطه‌چه پیدا میشه برای چی انتخاب کردن و در اینجا ما یک چند اتریبوت دیگر را برای اینپوت تایپ رادیو استفاده میبریم. یکی او با مانندی همو بالا در استفاده بودیم نیم در قسم نیم ما چیکار میکنیم چی مینویسیم همه رادیو در چی داخل داشتنش همه رادیو ما در جنسی آدم نشان میده، برای همو ما چی مینویسیم در اینجا به زبان انگلیسی جندر و وقتی که این را مینویسیم بعد او چیکار میکنیم یک آیدی میتیم در اینپوت خودمون آیدیش میمونیم میل مرد و وقتی که در اینجا اینپوت استفاده بردیم در قسم لیبل چیکار میکنیم نامی آیدی همونی که میل نوشته بودیم همون را در اینجا مینویسیم و در قسم درونش مینویسیم مرد و چقدر که برمیگردیم حاضر میبینیم و میچخیم چیکار میکنه کار میکنه کنابکمون و یک تا دیگه هم خیلی کنابکه برای زن بودن نیاز داریم و حاضر را میگذاریم در قسم جندرش نیمش نمیرسیم برای که حاضر ما به شما نشون میدم. در اینجاش چیکار میکنیم فیمیل مینویسیم. فیمیل یعنی زن و در اینجا هم فیمیل استفاده میبرم در اینجا علش میکنم با زن
وقتی برمیگردیم چقدر شما میبینین کنوپکه ما تیاره و میخوام شما بتونم که اگر که شما برای هر یک تا اینپوت های رادیو تا نامای دیگه گذارین چی میشه. اگر ما میگرفتیم با مانند بالا درجه که نیم گذاشته بودیم درجه سر نیم، اگر همو خالی بگیریم درجه رم درجهش میل بنویسیم درجهش فیمیل بنویسیم، برمیگردیم وقتی که ما انتخاب کردن میشیم خیلی شما میبینین ما میتونیم هم زن انتخاب کنیم هم مرد. برای اینکه خیلی کار ما اجازه ندیم که چند تا جواب را ما بتونیم انتخاب کردن، ما فقط چیکار میکنیم یک نمود نیم برای هر دوش داخل میکنیم. اگر در پایان ما یگان تا دیگه با داشته باشیم ایجاد هم باید چیکار کنیم همون را انتخاب کنیم تا اینکه شیشه و هر سش یا ای بین هر سش یا جواب انتخاب کرده تونیم. و قسمی رادیو را ما ساختیم و با ما میمونه یک نکته دیگه. یک نکته دیگه میسازیم که چی موندیم با قید گرفتن نامشم. با قید گرفتن. وقتی که برمیگردیم چی خیلی شما میبینین همه چیزایی که در ما در نیاز به ساختن مونده ما ساختیم. نام وارد میکنیم، نسبش هم داخل میکنیم و چیکار میکنیم جنسش هم مرد انتخاب میکنیم. وقتی که به خیر گرفتن هم میچقیم چی خیلی که میبینید در بالا اینفورماسیون را ما را فرستاد به مانند چی نیمشه گفت که کد نویس، سرنیمشه گفت یوتیوب، نه که جندرشه گفت که آن. برای چی آن گفت باز من به شما میفهمم. برای اینکه وقتی که انتخاب میکنین مرد یا اینکه زن، اگر که با سر زن انتخاب کنم با قدگیری بزنم همون چیزا آن میگه یکم تغییرات نمیده. برای اینکه ایجاد در وقتی که انتخاب کردیم جندر مرد یا اینکه زن بنویسم ما چی نیاز داریم؟ برای این نیاز داریم که اتریبوت ولیو را در مو اینپوت های رادیو ما استفاده بریم. ولیو را وقتی می نویسیم در درونش ما چی می نویسیم؟ میل می نویسیم و در دیگرش فیمیل. این برای چیه؟ برای اینکه آزمایش را یک بار دلیل میکنم و وقتی که اثر داخل میکنم مرد انتخاب میکنم با قدگیر هم چقدر شما میبینید در اینجا برابری جندر ما را چیکار کرد میل کرد. و اگر ایکون دو دیگه همین کد انتخاب کنم نام شکم در دیگه مونم یوتیوب و زن انتخاب کنم و خط بزنم چقدر شما ببینید تغییر اف چیزای اینفورماسیون بالای ما ایجاد برابری را فیمیل کرد. و ولیو برای همین نیازه که اگر ما خواهیم که بفهمیم کدامی هم یا انتخاب کرده شدگی ما چی نیاز داریم ولیوهای چون بدیم. مومنت های میشه که ما نیاز داریم فقط ببینیم آیا همی گریان کرده شدگی یا اینکه خاموش کردگی. اگر خواهیم که قسم گریان رو خاموش نگاه کرده باشیم همه آن برای ما چی کفایه. با همین درس امروزه با پایان میرسونیم. امیدوارم که به شما درس ما فهمو بود. تا درس دیگر خدا نگهدار.